گه راست، گاهی پرپیچ و تاب، گاهی دیگر دور و درازند راه ها و شیب و فرازی راه ها. هم دلگدازی و هم دلنوازی راه ها حتما که تأثیر گذارند در سرنوشت انسان ها. راهی که طی کرد چهره نوبتی برنامه ما طول عمر پشت سر شده، همین سان شیب و فرازها داشت، پستی و بلندی ها داشت و دور و دراز بود به نظر به انتها. اما رهنورد روی این ره صبور بود و رهروان مثل که ترانه راه می سراید تا کنون در عالم اندیشه آواز خاموش راه را می شنود. برا راز می گوید، از راه حکمت می جوید و می یابد، زیرا عالم جوینده و یابنده اعتراف شده در عالم به حدود علم تاجی. شیرین بیگ دولت محمد، خادم شایسته جمهوری، طبیب جراح عمومی درجه عالی، عین زمان بازنشسته شخصی دارای اهمیت جمهوریوی. این مراتب از سرنوشت این چهره تابناک عالم طب خواهیم گفت و از راه و روش و تندرستانه او در کارزار. بفرمایید دیگر. دولت محمدов شیرینبگ، خادم شایسته جمهوری، جراح درجه عالی. وقتی تنتنه نوروز یعنی 15 مارت سال 1939 چشم به عالم کشاد در دهه اوج ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان. مکتب ابتدایی و میانه ناپوره را ختم کرد. سالهای 1947 1953 در 5 دهه اوج، مولواج، رن، قازیده و شنبه‌ده ناحیه اشکاشم. ادامه تحصیل 3 سال پشت سر شد و بعدا نامه کمال را به دست گرفت در مکتب اینترنت دولتی شهر حصار در سال 1956 و اینک راهی طی کرده. سالهای 1956 1957 اولین کاتب دیرکتوری مکتب 7 ساله دهه یشیوال و هم حروفچین و ناشر مطبعه روزنامه ناحیوی با راه کمونیسم. سالهای 1958 1964 دانشجوی آن وقت دانشکده دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینای شهر استالیناباد، حاضر دوشنبه گلبدامن. سالهای 1964 1967 فعالیت به حیث جراح و با سبب کمبود متخصص ساحه طب همچون دکتر اطفال، پدیاتر، دکتر اعضای درونی، تراپیوت به صفت متخصص بیهوشی، انستزیولوگ، دکتر شکسته‌بند، تروماتولوگ، زنان و زایمان، اکوشر گینیکولوگ، گرده و مجرای پیشابگذر، اورولوگ و تجربه غنی عملی را انداختن در ناحیه اشکاشم. سالهای 1967 1969 تحصیل در اردیناتور کلینیکی و تکمیل اختصاص در ساحه شکسته‌بندی در فاکولته تکمیلی دانشکده دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا و تا سال 1972 ادامه فعالیت پرثمر در بیمارخانه ناحیه اشکاشم. سالهای 1972 1983 فعالیت به صفت جراح درجه یکم به مقام جانشین سردکتری بیمارستان ولایتی، اولا عاید به کارهای معالجوی و بعدا عاید به کارهای سازماندهی. سالهای 1992 2005 فعالیت به حیث سردکتر شفاخانه برقرارکنی سلامتی اوج. سال 2006 رئیس مؤسسه دارای مسئولیت محدود جمشید. سالهای 2005 2010 فعالیت به حیث دکتر شکسته‌بند در بیمارستان ناحیه اشکاشم. از سال 2010 این جانب فعالیت دارد به حیث رئیس تشکیلات جمعیتی گل و گیاه. تکمیل اختصاص سال 1974 تحصیل در ساحه بیماری‌های سوخته در پژوهشگاه مرکزی تکمیل اختصاص طبی شهر مسکو. سال 1979 تحصیل در ساحه بیماری‌های رگ‌های خونگذر در پژوهشگاه تکمیل اختصاص طبی شهر تبلیسی جمهوری گرجستان. سال 1985 تحصیل در ساحه آمار طبی در پژوهشگاه تکمیل اختصاص طبی شهر مسکو. سال 1989 تحصیل در ساحه جراحی فوری
در پژوهشگاه تکمیل اختصاص طبی شهر قزان و سال 2009 تحصیل در مرکز جمهوریوی تعلیمی و طبابتی وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان در ساحه طب خلقی شرق و صاحب اختصاص جمعیتی گیاه‌پزشک فیتوتراپیوت. سفرهای تخصصی: سال 2011 دولت شویتسیا، سال 2014 دولت لهستان، سال 2015 دولت ایتالیا، سال 2016 دولت استونیا. آثار علمی: چشمه‌های درمانبخش بدخشان، نباتات درمانبخش بدخشان و استفاده بری آنها، گل درمانی، طبابت با عسل و مواد زنبورپروری، تقویم جمع‌آوری نباتات درمانبخش بدخشان، دستورالعمل گیاه‌پزشک، گیاهنامه بدخشان، طعامنامه ملی بدخشان، دانشنامه طبی مردمی و همزمان مسئول طرح جمع‌آوری و نشر کتاب‌های طلوع آفتاب، گنجینه غارون زمین، گنج و خون زمین، رسم و رسوم و خون زمین و زبان اشکاشیمی. همچنین دولت محمدов شیرینبک طول فعالیت مقاله‌های زیادی علمی را در ساحه‌های جراحی و گرمابه‌شناسی در مجله‌های با نفوذ علمی جهانی به نشر رسانیده است. قدردانی‌ها: 2 مرتبه در سال 1973 و در سال 1978 اعلاچی حفاظت سانیتری اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی، سال 1979 اعلاچی نگهداری تندرستی اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی، سال 1986 سزاوار اردن بیرق سرخ مهنت، سال 1989 سزاوار مدال سابقه‌دار مهنت، از سال 2002 کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، سال 2013 سزاوار مدال هیپوکرات اکادمی علم‌های مردمی روسیه، سال 2015 سزاوار مدال زاترود و ایمیا ژیزنی، سال 2019 سزاوار مدال زادابراسوویسنی ترود، از سال 2018 اعضای بین المللی نویسندگان و طبیبان، سال 2021 غالب آزمون بین المللی جانجو 21 در سمت حفظ میراث فرهنگی غیرمادی در شهر جانجوی کره جنوبی. در این آزمون 44 داوطلب از 29 کشور جهان و 6 قطعه عالم اشتراک کردند و تنها 3 نفر غالب پذیرفته شدند که یکی هموطن ما دولت محمدов شیرینبک بود، فرزند صادق وطن، همسر مشفق و مهربان، پدر غمخوار و غمگسار، باباجان پرکار شیرین بیان، طبیب حاذق، مرهمبر داغ و درد بیماران دولت محمدов شیرینبک. در برابر اینکه جراحی بی‌نظیر است، سالها عمر خود را به جراحی سپری کرده است. به درد چندین هزار بیمارانی کار افتاده مثلا درمان شده است. در برابر این یک حس افتخار وطن دوستی دارد، حس افتخار از این وطن، از گل و گیاه این سرزمین، از سنگ و آب خاک این سرزمین دارد. یک حس افتخار وطنداری این طبیب را آرام نگذاشته است. بعد از به نفقه برآمدن پیش خود عزم گذاشته است، سازمانی با نام گل و گیاه تشکیل کرده است و گل و گیاه هایی که در زادگاهش می روید از نظر طبی نظر کرده آنها را به کار در آورده است. یعنی آن گیاه ها را به آن گیاه ها جان دوباره بخشیده است، به توسط گیاه درمانی به داد مردم رسیده است. عالم، دانشمند، یعنی شخصیتی همه‌فصلی و بسیار قطبه، دارای دانش عمیق و فکر بیکری رسا، یعنی کریم الاصل، دقیق النظر و عمیق الفکر. بالاخره خادم و خدمتگزار بهین علم و فرهنگ ملت، عنوان بسیار ارشد و مسئولیت بسیار بلند، عالم. و این کار آسان نیست و هنری هر کس هم نیست. و عالم، دانشمندی اصیل اعتراف می شوی پیش نظر اهل زمان وقتی اگر با داشتن سویه بلند علمی اعتراف شوی چون چهره برنامه ما شیرینبک دولت محمدov. قالبی نیست. بسان بعضی ها سهولت ساخته زمین لرزنده ندارد.
یقین حکمتی از خاک شدن و خاکسار بودن را خوب دریافتم. یک عمری مدید در تلاش رفع خستگی مریضان پشت سر شد. یک عمری مدید فعالیت هدفمندانه داشته و خودافروزی گشته شعارش کیزی. نشانهایی که پیش بر شما را زیب میدهند این انیق است که پاداش مهنت ها، پاداش زحمت ها، پاداش عمر پشت سر شده است. اما بسیار میخواهیم که با یک وقار، با یک افتخار درباره هر کدام قصه کنید. این اردن بیرق سرخ مهنت در دوره شوروی سزاوار شدم. من در حدود ولایت کار میکردم، در بیمارستان ولایتی. مهنت‌های خاکسارانه من سرفراز شدم به این عنوان، مهنت‌دار هستم. اینش بازم همه دولت و حکومت به نظر گرفته مهنت‌های خاکسارانه من به همچون کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان قدردانی کردم. اینش من مدال کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان. غیر از این باز 3 مدال دیگه، مدال گیپاکرات سال 13، مدال دبرسو استیترود، مدال ویم ژیزد از جانب علوم خلقی اکادمی روسیه من قدردانی کردن و همچنین نشانه سر سینگی نیز تحفه کردم برای مهنت‌ها. چون من خطی اکادمی خلقی روسیه همکاری دارم، مقاله نوشتم، برآمده کردم، برای همه قدردانی کردن سالهای 13، 15، 19. شما طبیب هستید و کودکی هزار یک آرزو و هوس به سر هست. اولا که کودکی ها چگونه پشت سر شدند، بعدن که در ایام کودکی وقتی که دل پر از آرزو هاست، همین آرزو هم بود، آرزویی که طبیب میشوم، درمان میبخشم. من صنف هفتم در 3 قشلاق نایه اشکاشیم، چون که در دهه ما مکتب نبود، دهات مرکز نایه سر کرده، پایان اومده در مسافه 3 کیلومتر 20 کیلومتر در خانه خیش قوما زندگی کردیم. صنف هفتم تمام کردم. این کدام سالها بود؟ یه سالهای از 50 تا 53. سانه به همراه تقدیر آمدیم به مکتب اینترنت نایه ایسار سال 53 که اکوی ما اونجا تحصیل میکرد. 3 سال، سال 53 تا 56 در مکتب اینترنت نایه ایسار تحصیل کردم. در بدخشان مکتب اینترنت نبود؟ در خارق بود و اکوی ما که همینجا تحصیل میکرد، تابستان آمده ما را گرفته آورد به همینجا. در همین مکتب اینترنت ما با شادروان برادر و استاد بازار صابر هم صنف بدیم. 3 سال یک جایه خوندیم. در مدت 1 سال من همچو کاتب دیرکتوری مکتب 7 ساله سانی در تیپوگرافی نایه اشکاشی که وای روزنامه به نام کمونیسم درج میشد، همچو عروفچین چاپ کننده کار کردم. اون روز از روزها در همون کتابخانه وقتی تنفس در آمده ژورنال‌ها کتابا رو در همین خوندم که 2 شخص در آمدن، بعد همدیگری زبان روسی گپ می‌زدن. بعد یک کسی اونو بسیار عجایب کرد و آمد پیش نزد من، ژورنال‌های روسی را من دیده ایستادم، به زبان روسی عجایب کرد که شما کیستید، چیکار میکنید؟ من گفتم من در اینجا کم کم زبان روسی را یاد گرفتم، من به زبان روسی حرف زدم. بعد سوالی پرسیدن که چی میخواید شدن در آینده؟ من گفتم که خیمبیولوگ. و من با همه شیوه گرجگی که در اگویزه چیم و گلوی مراش سلیگوش کمی دیتو میدینیستود. برگشته به همراش گفت که دایت همون نپراولیدی. یه بود گلابی خیرورگ ولایت از گرجستان. انا همه سخنو مرا یک بار از روی بیوخیمی گرداند و من سانی در خورو. تقدیر شما حل شد. تقدیر ما حل شد. سانی انا در خورو وزیر تندرستی رحیموف با 2 معلمه روسی آمدن امتحان همجا گرفتن. ما داخل شدیم به میدونستان. چون که من امتحان رو نقص پاریدم. خیمه را به بای علاس پاریدم، فیزیک را به 4. سانی پرسیدن استاد رحیموف که شما کورس 1 میروید یا کورس تیاری؟ پدگتویتلنی. من ندانستم پدگتویتلنی چی است.
پرسیدم که معلم این چی است؟ اون گفتن که شما با خوابگاه میدین، استپندیا میدن، زبان روسی را پورا یاد میگیرید، بعد سال سر میگیرید. من گفتم میلش من پد کورس میرم. یک سال ما کورس تئوری، سال کورس یک شدیم، در مدت 7 سال دانشکده به نام بالی بیسرو را ختم کردیم، فقط با استپندیا. یاری از طرف خواجگی نبود، وقت کلخاز بود، از اوی کلخاز پول نداشتن، فقط محصولات و یا نتورا میگرفتن، پول نداشتن. ما همه از او کشیده فقط 15 صبحی که از 20 تا 30 صبح بود 7 سال زندگی کردیم، مکتب ختم کردیم. اولین جراحی که کردید انا همون لرزش قلب، لرزیدن دست ها و آخران جراحی که کردید و بعداً که به نفقه برآمدید در یادتون هست؟ اولین جراحی را من در خوجند کردم. چرا در خوجند؟ دانشجوهای کورس ششم یک سال از سال سپتامبر تا مای با یک گروه دانشجو را به خوجند بردن. از اون جمله من در خطر اینا بودم. بعد شب روز من در هم کسلخانه ولایتی شب روز اونجا می ایستادم و برای یاد گرفتن جراحی. روز از روزا استاد کسل داخل شد، استاد نوبتچی بابا جانف گفت که از من که روید کسل بینید. من رفتم قبولگاه دیدم علامت‌های اپندیسیت، آمدم معلم گفتم که همه خیلی خیلی. گفت منم یک بار رفته بینم. وای هم دید گفت که اپندیسیت و اپراسیا به در آمدیم. وای نشتر مو داد که اپراسیا کنید. من اپراسیا کردم اپندیسیت. ترسیدید؟ بله. با پگاه بینیم که همه بدن وای همه دانش‌های سرخ برآمدگی. بعد تکلیف کردیم دکتر کسل‌های گذرنده را، تراپیوت آمدن دیدن که وای کسلی خون داشته است. بعد وای گذراندن به شعبه تراپیوتی، تبابت کردن، کسل شفا یافت. اما اشتباهاً بود جراحی؟ اشتباه که وای کسلی همه علامت‌های اپندیسیت داشت، به شعبه. آخرون جراحی که من کردم در نویه اشکاشم، این برآوردن کودک از رحم مادر، مال سیگمنت میگن. کودک از رحم مادر برآوردگی آخرون جراحی من. تخمینا چقدر جراحی کرده در همین عمر؟ خیلی تخمینا هر سال 300 تایی میکردیم. خب برای اینا کاتگوری را گرفتن، کاتگوری یکم، دوم، عالی، 3 مرتبه که من حساب کردم و پیشنهاد کردم به کمیسیون نزد وزارت، هر سال 300. و همان اشتباهی که در بار اول به وجود آمد، بله. همون گونه اشتباه باز تکرار شد در حیات شما؟ بعد وای که دانشگاه را تئور کردیم، گفتم در نویه اشکاشم 2 دکتر بود، یک تاش کسل میشد، یک تاش رخصتی مهنتی میگرفت، میموند یک دکتر. در مسافه 400 کیلومتر ما خدمت میکردیم شب روز. یک دکتر هم کسلخانه با خدمت میکردیم، هم درمانگاه با 2 ساعت یا 1.5 ساعت بیمارخانه، 1.5 ساعت 2 ساعت درمانگاه با. باقی مانده روز گردش حولگی مرکز نویه را میکردیم و قشلاق همسایه را میکردیم. این که جیغ میزدم ویز به حساب ویز دو مسافه 200-300 کیلومتر شب روز میرفتیم. اون وقتا که ما میرفتیم به همه جا ماشین نمیرفت، خیلی ماشینی نغزم نبود، مانند یک بریج که یک ماشین بود. خون نبود، چه برق نبود، دیزل بود، تا ساعت 12 کار میکرد، نه همه وقت. روزایی که سوید بود و کسلا شبا داخل میشدن، من همون دیزلیست چی جیغ زده یا لو توضیح کرده یا اینکه سوم از کسا میدادم که سوید دید که نه اپراسیا را تئور کردم. بسیار وقتا شده بود که لامپوی کراسینی را از 4 طرف در میدادم، از بالا یک از فنر قطعی روشنی میکرد و من اپراسیا میکردم. کسلوی قوس نپرخدیمیستی، اپندیسیت، دیگر روشن. در همین گونه حالت ها از کسب انتخاب کرده پشیمون میشدید یا عاشقانه کار میکردید؟
نه پشیمان نشدم. اگر من دوباره به دنیا بیایم البته طبیب میشد. چرا؟ تو جراحی نجات دهنده نسل آدمی زود و یکم اختصاصی است که وای قسم بقرات هیپوکرات و قسم بزرگوار اولی ابن سینا را یاد کردگی و باید از این قسم‌ها بیرون نرود. چه خیلی شرایطی که نباشه. کسی که پیشوایی مراجعت نکنه چی دوست چی دشمن، چی دوست چی دشمن، دکتر باید یاری اولی را رسانه. شبا میشد خواب میدیدم پر یک بار توقع در اونش کلیس اپراسیا کردم، خیلی خوب کردم، ولادورم نبودم. شب خواب میشم که کسل خون رفت ایستاد. پریدم اینجا می سرم زدم ستول سر کفی میرم خیلی کسل خوب کرده است اینجی. مسئولیت نه خیلی واقعی بود. مسئولیت بود که شیرینبیگ دولت ممدوف روی راه زندگی و روی راه پرمشقت طب استوار ایستاد. از شیب و فراز نه هراسید، زیرا رسوم راه رفتن را، شیوه راست زیستن را، مرهمبر داغ و درد بودن را و در همه حالت انسان ماندن را از قبلگاه، از پدر و مادر، از زندگی و بالاخره از پژوهش و تجربه اندوخت شایسته. کی اویله بنیاد کردید و در او خانواده کیها به دنیا آمدند؟ او خانواده چگونه گلباران شد؟ صدای طفل کی به گوش رسید؟ اویله دار شدیم بعد خم کردن استود و فعالیت کاری را سر کردن در نوع اشکاشون. یک وقته همونجا همشیره طبی یک دخترک مایدکک گرد رویک همچون مامادویا و هم نیزمی مکتب مامادوگی شهر دوشنبه را تیار کرده بود. آمد همونجا به کار سر کرد. همونجا خیلی یک جای کار میکردیم، هم دیگر را فهمیدیم، محبت بستیم. بعد یک بسیارتر یک جای کار میکردیم. گینیکولوگ نبود، تولید میشد، تولیدهای مرکب. ما را هر دومون جیغ میزدن. بعد هم خواستگاری فرستوندیم، خیلی شوتگاری کردن. تو یک زرودنیم نام همسر من خدیجه. اون کسا سال 1964 تمام کردن اینستیتوت. من 1965 اومدم. یک جا اون وقتا هم خیلی نبود، دختر کم بود. یک تا همه اکوشیرکه مامودویا تاجیکی مامودویا بدم. همین وزمین تولد کنی و زایش میشد، البته جراحی اردم میکرد. همین فقط با دکتری جراح، دکتری گینیکولوگ نداشتیم. بعد هم خیلی نه بسیار اینو کاربه بسیار چی گویم جدی بودن، سرطلب بودن. هم من ندونستم که خیلی من خیلی اکنون امر تقدیر قطعی هم دیگر قطعی محیث کردم که اینو میخوان که من قطعی گپ زنم در باره که یک جا شویم. که من هیچی فقط میگریختم. خیلی یک دختره که چی گویم نه 18 ساله، 18 هم نبودم، 17 و نیم تمام کردم. بعد خیلی خواستگاری فرستوندن، خواستگاری کردن و همون وقتی خواستگاری بم هم خیلی سرطلب بودم. گفتم اوی خدا من این قدی چه خیلی زندگی میکنم، این کار به هم خیلی سرطلب و خونه به چه خیلی بده. میکنه خونه به تماما دیگر خیلی. بعد میگفتن که کار و خونه. سرفرزندم که به دنیا اومد از همه خودم هم جوان بودم و خیلی یکم فرزند خیلی مو خیلی به نغزی با خیلی سیاتی مادرانه و اون کسا یکم بار پدر شدن و بسیار به نغزی چی گویم همی شبای بیدار خوبی بود و خودمون هم چو دخترم اگر یکم کسل پسل میشه فقط کتابه که چی بایی هم خیلی شد و هم خیلی سیاتا بودن. فرزند یکم بعد چه خیلی را گشت و چه خیلی گپ زدن گرفت. جمشید گفتنی پسر به دنیا اومد و تیار کرد بنا اون دانشگاه ملی را به زبان روسی شاعر بود، ژورنالیست بود، در مید خاور کار میکرد. اما سالهای جنگ از خانه برآمده همی رایون دیپرزدین بچه بیدرک شد، نیافتیش. بعد وای با پسر به دنیا اومد. وای اول مسکو با کار کرده ایستاده است. بعد دخترم من ملکه دکتر است اینجا در مرکز اندوکرینولوژی جمهوری کار میکند.
پسر خوردیمون عالم و پای ما رفت در مسکو. من دکتر علمهای طب شده کار میکند. به ملت تاجیک بسیار خدمت میرساند. مردم که میرود میان از بسیار مینداره خبرهای نیک من میاره. بسیار خرسند میشم. به من یک خواهی الهی میبخشد. بله. سری بلندی پدر. بله. امی فرزندامون نسبت به من به پدرشون زیادتر اونت میگه که اومده پدر جان اومد. همون قشلاق هم میرفتیم از خورق هم شکوشیم خورق با کی کار کردیم شکوشیم میرفتیم. همین جیانوشی بسیار همین میداره نظم میدید خورداره. میرفتیم میگه امک جونمون اومد امک جونم همون میچسبیده. من همین حسد میبردم که چه خیلی نظم میبینه. بچه‌های ما هم همین خیلی پدرشونه. گرچه من مادر من اونا را زیادتر تربیه بچیم اینو که نیستن بیشتر اونشون زیادتر هم میونو فقط پدرم هم مادرشون هم بسیار نظرمت میکردن و یا زنی بزرگ بودم منم و همچو خشتومنی همچو مادر چون که من تیز شور کردم اولی از مادر خودم یکون چی من یاد نگرفتم مادرم تیز از دنیا رفتم. خشتومن یاد دادن اپای این کس بسیار زنهای نرد بودن ینامو میگیم انا ینو از همونو همی کار قشلاق رفتم همی قشلاق برفتیم همه چی از ویا یاد گرفتم. سرود خاندان باشد زن و شوهر زن و شوهر. فروغ این جهان باشد زن و شوهر زن و شوهر. ز مهر هر دو می روید گل مهر و محبت ها. بهار گلفشان باشد زن و شوهر زن و شوهر. این رفیقان شفیق این همدم و حبیب این جان و این جانان روزگار بسر دارند سازنده و دلپسند در سینه کو بدخشان بام جهان. جان و تن شدند و به هم آمدند چند ده ساله پیشتر. دیگر بوی یکدیگر رو گرفتند. ذوق و هوس ها دیگر به هم پیچیدند و طبیعت لطف دارد و تا کنون با قلب سرشار از مهر هم روزگار را می دهند سامان. دست و پای رشک را در جوانی بسته و هنوزم تسبیح عشق می گردانم. زندگی واقعا بسته صد مشکل است اما عشقی آباد کننده روانشان بود یکدیگر را ساختند از یکدیگر نیرو گرفتند و تا این دم محبت ستون عائله‌شان هست و همروانی و همزبانی پایداری زندگیشان که باز هم بادا حلالشان. بی کمبودی نمیشه در حیات با بچم تنم هر حیات با مشکلی هست نکی با امو را یک جای شتا حل میکنیم. ممکن که زیادتر من عیب دارم باشم اونو نه اونو خبا هم خیلی من هم خیلی زن چه خیلی میکرد که یایی خیلی یک کمبودی هست و چیو هم خیلی با اونو میفهمن که نه جانم این خیلی نه و این خیلی جگر نه این خیلی باید شود و هم دیگر فهمید زیادتر هم دیگر فرید. می نویسید کتاب دارید این هوس این شوق این شغل این عشق کی اومد؟ نه وقتی که کار میکردم در شهر خورد تا در دنیا عشق خوشم که اپراسیا کردم واقعی بسیار کم و در عملیه میشد. اپراسیا کردم کسایی که وای بسیار در عملیه پیدا میشد از تجربه همون فرستادم مقاله برآمد در مجله زراعی تاجیکستان. این خروب آمده قریب 16 مقاله نوشتم مجله زراعی تاجیکستان با خیروگی کیف با کلینیسک خیروگی شهر کیف با مقاله من برآمدن. نوسیبیرسکی مقاله من برآمدن قریب 16 17 مقاله علمی از طرف من نشر کرده شد. غیر از این در این مدت همین آبای معدنی گرم و خنک شفابخش بدخشان مرا بسیار گرفتار کرد. گر آنچه که من جراح باشم یا وابستگی به هیدروژئولوژی یعنی گرما شناسی نداشته باشم از قفای امی شدم. بسیار ادبیات را آموختم
در وقت‌های همه تکمیل درس‌های خیروگی گذاشتن در شهر قزوین، 2 مراتب در شهر مسکو، 1 مراتب در شهر تبلیسی. همین کتابخانه رو رفتیم، همین تاریخ گربابا شناسی بدخشان تاجیکستان من آموختم. انا در این باره کتاب‌ها نوشتیم. کشور عزیز ما سرزمینی چشمه‌های مصفا است. از جمله سرزمینی چشمه‌های گرم و شفابخش طبی هم هست. از نوشته‌های این طبیب معلوم می شود که طرز استفاده از آب‌های گرم، از گرم چشمه‌ها، چگونه استفاده کردن این چشمه‌ها و چگونه مناسبت کردن ما به این چشمه‌ها نیز بررسی شده‌اند. شاید این نه تنها برای هر یک شهروند و استقامت کننده مردم ما ضرور و مفید و سری وقتی است، برای هر یک سیاحی که عزم کشور ما میکند، عزم آن میکند که از این چشمه‌های طبیعی گرم استفاده برد، از این چشمه‌های معجزوی طبابتی چگونه مناسبت کردن را آنها هم می‌آموزند، یاد می‌گیرند. یعنی دقت سیاحان را نیز جلب می‌کند این زمره تحقیقاتی که این طبیب نامور انجام دادند، از این جهت هم اهمیت دارد. شیرینبگ دولتممدов با کوشش و تلاش، با طلب و پرخاش زیاد سهم دارد در رشد و در ترغیب رستنی‌های شفابخش و چشمه‌های معدنی دیار، یعنی در رشد و ترغیب طب مردمی و انتقال آن به نسل‌های آینده. در این ساحه نو اصول‌های گرمابه‌شناسی، گیاه‌پزشکی و فیزیوتراپی را به طور گسترده به کار درآورده در جاده گیاه‌پزشکی، جمع‌آوری و تیار نمودن مواد داروواری از رستنی‌های شفابخش برای مریضان نیازمند حصه ارزنده بگذاشته. نتیجه همین جستجو، همین کاوش‌های علمی و همین شوق و هوس بلند وطنداری بوده است که این طبیب امروز که دولتی پیری میرانند و در یک قله بلند عمر قرار دارند، به گیاه شناسی مشغول هستند، به گیاه درمانی مشغول هستند و نتیجه همین جستجوها را در کتاب دانشنامه طبی فراهم آوردند. درباره یک تعداد بیماری ها، مثلا دندان دردی، دق نفس، نفس تنگی، کسلی قند، کسلی دل، التهاب دل، التهاب شش و یک تعداد بیماری هایی که توسط گیاه درمان می شود، راه های درمان آن را پیشنهاد خواننده کردند. و این پیشنهاد کردن این دوا یا اینکه گیاه درمانی تنها نظری نیست، یک تا رفته با اون گیاه ها کار کرده، گیاه ها را چینده، جمع آوری کرده، از کوهستان، از زادگاهشان چینده، اونو کشف کرده و در همون دانشنامهشان تدبیری طبابت مردمی آن گفته حتما با نوشتن. نوشتن آسان نیست و هنری هر کس هم نیست راستی، زیرا هر کسی را بهر کار ساختن گفتند. اما شیرینبگ دولتممدov که در دوام فعالیت پرثمر خویش به طور منظم دانش و ملکه کسبی خود را صیقل داده، در ساحه بیماری‌های ساخته، در ساحه بیماری‌های رگ‌های خونگذر، در ساحه آمار طبی و در ساحه جراحی فوری در پژوهشگاه‌های تکمیل اختصاصی طبی دولت‌های گوناگون و در سال‌های گوناگون تکمیل اختصاص گذشت. در دوام فعالیت شبانه روزی اصول‌های نوی معاینه مریضان را به راه ماند. اینچنین در ساحه معالجه بار نخست در عملیات نوآوری‌ها و اصول‌های جراحی را به مانند اصول طبابت زخم به واسطه کوچانیده شنانیدن پوست، اصول دخته چسبانیدن گرده فروخمیده، اصول طبابت رگ‌ها با گرفتن گره عصب، اصول طبابت
وریدهای وسیع شده پایها به داخل شریان سوزندارو گذرانیدند. اصول طبابت دبه با طور کپران و عملیات‌های جراحی عضوهای زنان و زایمان را در عمل جاری نموده است و به حیث ترغیبگری فعال ساحه طب در صحیفه‌های روزنامه و مجله‌های ساحوی توسط سیما و صدا درباره طرز حیات سالم و پیشگیری بیماری‌ها مقاله‌ها و برآمدها داشته. زیاده از 15 مقاله علمی در مجله‌های با نفوذ جهانی نشر کرده که این ستودنی است واقعا. چیز دیگر توجهی به واسطه‌شان به ادبیات و فرهنگ غنی مردم ما است، مردم تاجیک است. همزمان با آموختن گل و گیاها از زبان مردم انمون ضرب المثل و مقالها را گردآوری کردند. هم به طبیعت توجه کردند، خصوصیت‌های طبابتی گیاها را آموختند، هم به زبان مردم توجه کردند و آن چیزهایی که جمع آوری کردند در شکل کتاب پیشنهاد کردند. در شکل کتاب یک جا گرد آمدن ضرب المثل های مردم ما چقدر کاری ارزشمند است. جوانی و عمر پشت سر شد با آزادگی و آزاده آهنگی، با کوشش و تلاش، با آرزو و هوس، بهر رفع خستگی و با امید آلگی فردا و بهی روزگار. زندگی و زیست یک اندازه دشوار بود آن زمان، اما عشق به اندازه به رسالت راه و روش زندگی را منور میکرد و روشنایی میبخشید به ذهن و ذوق. برق نبود، ماشین نبود، خونه در کار میشد. از دوشنبه به خورو، از خورو تا اوجا میبردن، این خونه در فلکون بدگی اطاله میشد. ما دکترای عمومی بودیم، ما همه کاره همه کسلا را قبول میکردیم. این یکم. خب خیلی باز میگم که جراحی را دم چیز کردیم بیمارستان منطقوی. زفخوز من به یاردم چی شد که در یک دستش لامپای کرسانوی، در دست دیگرش کروشک گرفته، من قفس سینه را کشودگی. زیه صداقت. اینه اون وقت شرایط اون وقت. از شرایط ها دیدی دکترها خوشبخت هستن. ولی در هر یک بیمارستان همه این متخصص ها هستن. همه نایه اشکاشو بگیریم. همه این برق شب روز است. یاری تجلی شب روز است. اسباب ها. بله اسباب ها از همه طرف تامین. بله. خب اگر میتون شوی همه جمع شده یک کنسیل و یک صحبت یک جایی میکنن. اگر تشخیص یک مشورت میگوین، مشورت میگذرونن به خلاصه میگوین. وقتی که فرض کردید من کار کردم این تر چیزا نبود، فقط کتابای به دست من که وقت استودنتی جمع کردم گشنه بودم و کتاب خوردم میرفتم اونا رو مطالعه میکردم و کارم پیش میبردم. در همین زندگی چی کاری بود که باید میکردید و اما فرصت نیفتید که بکنید که امروز حسرت دارید، و چی کاری که بود که باید نمیکردید و اما متاسفانه کردید؟ همه قشلاق که من خونه ساختم از راه دو ماشینگرد 1 کیلومتر جای بلندی اوج، یعنی جای بلندی. همونجا از خارو کوچیده رفتم خیلی بنیاد خونه کردم. مادرم اونجا خیلی پیدام است، رو بالایی است. نتونید من مادر پوش کرده بردم من اونجا. خدمت مادر کردم، خدمت پدر کردم. مادر وقتی که من خوندن روان شدم، مادرم گفت بچه‌م خوندن نرود، خرشوفانی کنو در پهلوی من باش. پدرم گفت که نه بچه‌م. پدرم استاد شکستبند بود، از کسی ستون میشکست میبرآمد از ایوان از این ستون و جو و جو میکرد. وای گفت که پسرم رو خون به خودت شو. اینجا گپی پدرم من تاثیر کرده بود. خدمت کردم. دیگه چیزی کار کردم من پشیمون از کردگی خدا من نیست. یعنی که روزید از زندگی و از موقعی که در زندگی داره 100% من راضی است. خلاص
بیننده عزیز، ما این مرد غیور تاجیک، طبیب حاذق، خادم شایسته جمهوری شیرینبه دولت ممدوف را در این مرحله پربرکت عمر باز هم پر از شادی آغاز و مست آفرینندگی دریافته. زی این عشق، این صداقت به نیاگان، صداقت به زندگی و رسالت و صداقت به زحمت. واقعا زندگی رنگ و ریب میگیرد با حضور همین انسان‌های زیبنده زندگی. همین طور نه؟ پس حلالشان باد زندگی و زیست در آغوش زندگی و باز هم برکت در کسب و کار و عمر و جان ایشان. چی گفته بیننده ما؟